السلام علیکم دوستا वेलकम منم شما رو امروز ویلوگ خو امروز ویلوگ از ما است که صورتحال بازار را بگیری که بخیر امروز فست روز است دیگه از میزان چوک امیتر آماده پیش قدوسی دیگه امدین چی ویدیو استارت کردی دیگه اینجا هم دیسی خرو والا که خرو سودانه امدین چی گفتی یک ریड بگیری چی رنگ خرو سودانه ای دانه 2200 روپیه متوسطی خرو سودانه است دوستا رشکش بود مردم جیبش خالی تو مکت خو خیر باین بوری طرف آماده اینجا سرسو تیل قدی وسلینگ تولانه سودانه دیگه دوستا بد قسمتی امروز توغنم که بازارم بسیار سنسان پرتوسته بسیار بازار خالی دیگه می تاخری ویدیو رو قدر باشین موری توغنه که صورتحال بازار چی رنگ است دیگه ریزه لالیمو خواهش آماده بود پیش از مادم گفتم روزه گرفته خواهو گرفتم غان روزه گرفتم کاربار پرسان کردم گفت کاربار گزاره دیگه بس شکر خو خدای شکر دیگه اینی طرف آماده بله سبزی روड می استه سن طرف لیاقت بازار موری دوستا دیگه اینی صورتحال لیاقت بازار سن طرف شکی موری روی سیتی تانه توغنی هر دکان میتر خالی پرتا وسته دوستا ما اینجا ماده بودم گفتم اگر رشکش باشه دکاندارام دلش خوش است قشی آدم یک ویدیوم تیار میتونه گبم میتونه از باره بازار از باره سودا فروخت از باره دکانداری چی پرسان مکد آدم دیگه بد قسمتی اینجا مادم تمام دکانار توغنم که اوتر رشکش نبود اور مای روزه خودون چم خبرن که مسلمان چقدر خشک میشه بس دلم نشد که از اگه کس پرسان کن میان اینترویو بگیرم یا قشی گب دیم دباره کاربار دیگه خود من دیق شدم که تمام جای بازار سنسان بوده چون کاربار باشه دلی هر کس خوش است بس آدم قد یک آدم گپ زدم میتونه ایتر کاربار نباشه ما من دکان از چقی باشم چقیشنم که سلو خدا قد کدام سوچای از خود خو باشه بس اونجی میشه کار خراب دوستا خیر امروز نه ویدیو را میتر تیار نی بغیر قدو کس گپ زدم انشالله اویشی بزگو روز دیگه مایی د بازار د خیرتی امیتر خوب شغلی ویدیو اور قدی دکاندارام گپ میزنی معلومات میگیری از دکاندارا دیگه اینی مسجد روड آماده بس بله لیاقت بازار آماده بچی ریزم اینی لیاقت بازار دوستا خودون شما مشتن که بسیار خاموشی حالات بازار تبالی ترسه نشدد اول روزه مردم د خانه خو بخواو پرنه دیگه ما دی سن طرف کباڑی گلی این طرف هم اومدی دو ساعت اینی بازار خالی بودک باز آمدی بله سبزی روड آمده تو کنال حالا سبزی روड اینجا باید رشکش باشه چون مای روزه است تمام گشنه توشنه است برای افطاری خو مردم مای خریداری نه بورد یک میخ تیار کنه استروبری پرسان کردم دوستا استروبری کیلو 700 روپیه بخی دیق شدم ما گفتم 700 روپیه ما خوردن نمیتونی دوستا کیلو 700 همین طرف پیش موری تو که صورتحال سبزی روड چی رنگ است خوب فرش سبزی اشته مگر بسیار گران مگن دوستا امیتر بینڈی پرسان کردم مرچی پرسان کردم بینڈی کیلو 200 و امیتر مسلمان است دیگه مای روزه ضرورت مردم زیاد میشه سبزی خوردو مردم پس نه دیگه ریډای بسیار بال مبره دوستا اینی رشکشی سبزی روडم خودون چم چیک میتونین این یک دنه بوډا گاڑی ساده کده خود رفته برای سودا این نایمات اینجا چهار طرف روډا بند است و بسیار د تسلی ساده مگه سبک و ماز بله ریډی خریداری کدم هم سامانه از مر بیر من گاڑی مندست کنه از بعد ماری میشم دیگه چقدر نافهم مردم است که 100 نفر پیش رویش 100 نفر پس پیش دا 100 ها ایستاده یا آرندار زده مگر رو د قصیش نیمه گاڑی خیج نمیشه اور کم بوډا است مردم از خاطر بوډگیش هم گپ نمیزنه دوستا نکه اگر جوان موجود بس اینجا هم بازار بسیار خوش کادما پیدا میشه که اول نه روزه تا یک هفته دیگه مردم نیه قصد خود جنگ بنا اینجا مسلمان دیگه این زاله دیگه کمزور آمد بس زور خورگاه بلیگو کس بدر نه اینی سر گوروش که دمو تر گشنه شدل من گشنگی مر بیخی سیر کد دوستا تیر شی بار پیش بار یار اینی خود من گلی سبزی منڈی است دوستا
اینجام سه رشمش نیست دوستا دیگه. این خودان جم توق کن دیگه. ویدیوی مگر خوش آمده باشه لایک کن، سابسکرایب کن دوستا، سپورت کن، جور باشین، خوش باشین.